الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، الله متعال من شما را بر یک روز رسان. از الله متعال خواهانی هستم که پروردگار مهربان دوام عمر که بر ما بنده هاش میتیه پر از طاعت و اخلاص و محبت و توحید و پیروی به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. از همه عملهای منافقی و فاسقی، از گناههای کبیره و صغیره، از عملهای شرکی همیشه ما مسلمان ها را در عصمت و پناه خود نگه بداره و بین مسلمان ها پروردگار مهربان محبت همدیگر، دوستی و رفاقت همیشه نگه بداره. آمین. امروز هم که باشد عزیزان دل، بیان بعض فواید دنیوی که از عبادت حاصل میشه، یعنی بعض فایده هایی که از عبادت به بنده حاصل میشود به شما میرسونم. یعنی عبادت چی را میگن؟ عبادت نماز خواندنم عبادت میگوین، روزه گرفتنم عبادت میگوین، زکات دادنم عبادت میگوین، احترام پدر و مادر کردنم عبادت میگوین، از گناه پرهیز کردنم عبادت میگوین، امر به معروف کردنم عبادت میگوین، نهی از منکر کردنم عبادت میگوین، دست یک کس گرفتنم عبادت میگوین، خیر و سخاوت کردنم عبادت، سخن نیک زدنم عبادت میگوین. همین ها عبادت دا میدونن. و امروز همین بیان همین مسئله را به سمع شما میرسانم که انسانی که وقتی همین عمل مقصد همین عبادت کنه چی پاداش به او میرسه، انشاءالله به علم ناکافی خود از این کتاب خلاصة المسائل مختصرا به سمع شما میرسانم. یکم فوایدی که از عبادت به بنده حاصل میشه، افزایش و برکت روزی، برکت رزق روزی. وقتی انسان اگر نماز بخونه برکت در خاندانش زیاد میشه. اگر انسان نماز بخونه خداوند برکت در فرزنداش میده. اگر انسان نماز خونه خداوند برکت در پدر و مادرش میده. اگر انسان نماز بخونه برکت در خاندانش زیاد میکنه. در همه لحظه ها برکت در مالش هم، در جانش هم، در خاندانش پروردگار مهربان چکار میکنه؟ زیاد میکنه. یکم چیزی که وقتی انسان عبادت کنه الله چیشه چکار میکنه؟ افزایش میکنه، زیاد میکنه، برکت چه. بسیار انسان ها را امروز بچه‌ش بسیار با میخریم میبینیم که میگه کار بسیار میکنیم، پول بسیار به دست میاریم، لکه برکت نداره. به همین خاطر انسان هایی که وقتی که اگر عبادت داشته باشن، خیر و سخاوت داشته باشن، احترام پدر و مادر داشته باشن، روزه و نماز وقتش در ادا کردگی باشن، اونها هم در جانشو برکت میبینن، هم در مالشو برکت میبینن، هم در خاندانشون برکت میبینن. دوم دور شدن رنج و پشیمانی ها. دوم وقتی که انسان اگر عبادت الله چکار کرد بسیار انجام داد، دور شدن رنج درد دنیا از اون دور میشه. مثلا چخه وقتی که انسان عبادت الله کرد، نماز خوند یا روزه گرفت و دیگر خیر احسانایی که در بالا بیان کردیم همونها را کردن که گرفت، غم رنج دنیا از او چی میشه؟ دور میشه. به خاطر میل محبت انسان دیگر به سوی چی؟ به سوی جنت، به سوی آخرت میل میکنه. این دنیا برای دیگه ارزشی نداره. انسانی که وقتی عبادت میکنه، خیر احسان میکنه، پدر و مادر نیکی میکنه، زن و فرزند نیکی میکنه، دیگه این رنج دنیا از دلش دور میشه. دیگه این مشقت های دنیا در پیش هیچی میتونه. فقط میل محبتش به چی میشه؟ به آخرت میشه. یعنی به لقای پروردگار و به جنت الفردوس و دیگر نعمتایی که الله وعدش کرده است، میل محبتش به او میشود. و سوم فایده ای که انسان از عبادت به دست میاره، آسانی در به دست آمدن مقصود و مرادها. مقصود و مرادها: نماز در وقتش ادا کنی، روزه را در وقتش ادا کنی، ذکر الله در وقتش ادا کنی، احترام پدر و مادر دیگر و دیگر غیره ها انجام بدی، آسانی به دست آمدن مقصود همه کارا و همه بگیم امروزه فکر اندیشه هات بگیم که به طریق ارسی بگیم پرابلم هات همش چی میشن؟ حل میشن وقتی که تو عبادت داشته باشی، وقتی تو اخلاص و محبت داشته باشی. و سوم چیزی که انسان
از عبادت فایده میبینه، این چی بوده است؟ آسانی در به دست آمدن مقصود، به مقصدش میرسه، به مرامش میرسه. یعنی انسان اگر در وقتش نماز عبادت خدا را عبادت کنه، روزه را در وقتش بگیره، اگر که در دنیا میخواست که خدای مهربان زنی بهترین به اون نصیب کنه، به هم مقصودش میرسه. اگر زن میخواست شوهر بهترین، به هم مقصودش میرسه. اگر خانه میخواست یا ماشین میخواست، خدا به هم مقصودش میرسونش وقتی که عبادت داشته باشه. چهارم فایده ای که از عبادت ما به دست میاریم، لطف و لذت در زندگی. لذت زندگی را میبینیم. بسیار انسان ها را نگاه میکنی که امروزا مالدار هستن لکن لذت زندگی را نمیچشن، هر روز در خانه شو جنگ و جنجال است. لکن بعض انسان ها را نگاه میکنی عبادت الله در خانه شون حکم فرما کردن، چی از قبیل نماز، روزه و غیره باشه، همین عبادت الله که برپا که میکنن، چیه؟ اونها لذت زندگی را میچشن. عبادت الله در خونتون پایدار کنی، هم نماز، هم روزه، هم دوری از معصیت، علل خصوص از کفر و شرک، از عملهای بد، از عملهای کفری دور بدن، این خودش هم عبادت است. همو در همه حالت وقتی که از همه حرام ها دور باشی، لذت زندگی را میبری. لذت زندگی بین زن شوهری و فرزندات قطعا با معامله و با ادب خوب میشه، رفت و آمدتون بهتر میشه، آداب و احترام در خاندان چکار میشه؟ زیاد میشه، لذت زندگی را میبری. و پنجم آمدن باران. پنجم از فایده عبادت چیه؟ این با آمدن باران میباره. این باران یک نعمتی است که امروزه در ما و شما باران بسیار میباره، ما ایره قدرش نمیدونیم. فقط چکار میکنیم؟ میگیم که هر روز باران باریده است، همه را شسته از برده است. لکن بعضی مملکات و دولت های عربی را نگاه کنی یا افریقا را نظر کنی، از تشنگی را بیچاره چکار میکنن؟ میبرن بیچاره. یک روز در یک یورانوس کانالی بگیم که اخبار جهانی است، در یورانوس نظر کردم، یک انسان از ژاپن بود، گفت که وقتی انسان طفل از تشنگی را میبره، گفت هلاک میشوه، بعدا او انسان به قدر آب میرسه. به خاطر امروز که در سر ما آب باران هر روز میریزه، قدری را نمیدونیم. لکن وقتی که دیگر پنجم فایده از عبادت چیه؟ این بارانه. باران رحمت الله است. و در آیه کریمه خداوند متعال میگه که و استعیذ بالله و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تو طلب مغفرت که بسوی پروردگاری که او پروردگار چیه؟ غفاره، یعنی بخشنده هست. و یرسل السماء علیکم مدرارا، هم تا پروردگار وقتی که تو طلب مغفرت کردی، او به تو باران میته او الله. یعنی این باران به نعمتی بزرگ است. یعنی باران نباره زراعت های ما سبز نمیشه، باران نباره حیوانات ها نمیان بخورن. همه این نعمتی که الله بر ما میته. لکن پیامبر آداب باران بر ما یاد دادن. وقتی میگه میبینی که ابر میشه، باران باریدن سر میکنه، پیغمبر چی میگه که دو خدای مهربان همین باران برای ما باران منفعتناک بگردون. یعنی از او باران تیزی نگردون که شاخنم شوه و همه را به شوه بره. یعنی بارانی که مثل باران بهار که میباره میده میباره، همه سبزه و همه زراعت ها چکار میکنه؟ آب میخوره. به این خاطر پنجم فایده از عبادت من تو به دست میاریم عزیزان، این چی به دست؟ این باران به دست. این باران هم به حد نعمتی بزرگه. حالا ما به قدر این باران نمیرسیم. وقتی دولت خور اگر نظر کنه از تشنگی داره فرزنداشو هلاک میشن، جاهای را نظر که در تاریستان بعضی جاهای هستن که آب میخرن، بارون چاه میکنن، در یک چاه میریزه، در یک چقری میریزه، زرد میشه، بو میگیره، بیچاره از همون استعمال میکنن. بعد من تو به قدر آب میرسیم. حالا من تو که در پیش ما هستی به قدر آب نمیرسیم، بارون قطعی. ششم از منفعتی که از عبادت میبینیم، فایده که از عبادت میبینیم، دور شدن بلاها از من تو دور میشوند. ایو بگیم که بلاها از من تو دور میشن، ایو معنی را نداره که ترا ویروس نمیچسبه یا دیگر کسل نمیچسبه. نه، میچسبد، لکن چسبید همه کسل به تو چسبید، او به تو چی میشه؟ کفارت گناهت میشه. اگر هلاکت کرد شهادتت میشه. لکن بسیاری کسلی ها را عبادت چکار میکنه؟ دور میکنه. اینا دور شدن از بلاها. مثال میزنیم صدقه. پیامبر میگه که صدقه هم این یک عبادت است. پیغمبر در حدیث میگه الصدقه تطرد البلا، صدقه بلا را رد میکنه. بسیاری جاهای هسته که انسان صدقه میکنه، بسیاری همون کارهای بدی که به سرش میسه، همون صدقه شکرش میکنه، ردش میکنه، یعنی مش میکنه.
یا اینکه احترام پدر و مادر میکنی، پدر مادر در حق تو دعا میکنه، تو در پیش پدر مادر هستی یا نیستی، در حق تو دعا میکنه، خدا هم بلاها را به سبب دعای مادر چکو میکنه دور میکنه. احترام پدر و مادرم، خدمت پدر و مادرم، این چه صدقه. خوش آمدی محمد جان. خدمت پدر و مادرم خودش که صدقه است، همه دور شدن از بلاها. ششم منفعتی که ما از عبادت به دست میاریم این چی به دست؟ دور شدن از بلاها. بسیاری بلا، بسیاری غم درد دور میکنه از سر ما. به خاطر چی؟ به خاطر که نمی گپ سخن خوب هم صدقه هست. یک برادر نصیحتت میکنه غم درد دنیا نخور، ایش نخور، ایش نخور، همین عبادت الله که همش میشه، تو میشه خرسن. هفتم سببی که از عبادت تو منفعت به دست میاری، این مهربانی و کارسازی خدا و دستور رسیدن به فرشتگان برای ثابت داشتن آن. هفتم چیزی که به دست میاری مهربانی. آدم چکم میشه؟ نرم دل میشه، مهربانی و کارسازی میشه، کارات همه برآورده میشه. کارسازی خدا و دستور رسیدن به فرشتگان برای ثابت داشتن آن. یعنی وقتی که عبادت کردی، همین تا خداوند ثابت قدمت میمونه در همین دنیا، که فردای قیامت وقتی که از این دنیا رحلت میکنی در قبر میمونند، اون منکر نکیری که پیشت میارن، او را خداوند متعال زبان تا به سوال و جواب اینها چکن میکنه؟ آسان میگردونه، ثابت قدمت میگردونه. به این خاطر هفتم سبب منفعت از عبادت، این زبان تا در دنیا هم ثابت قدمت میکنه الله متعال، که در قبر هم سوال و جواب اون فرشته ها را چکن میکنی؟ ادا میکنی، یعنی جواب میدهی. هشتم حاصل شدن عزت و آبرو و مرتبه بلند. هشتم منفعتی که از عبادت من شما به دست میاریم عزیزان دل، این حاصل شدن عزت. یعنی پروردگار عزت من شما را بلند میکنه. الله متعال هم اگر نظر کنیم، استعاذ بالله میفرماید یعز من تشاء و یذل من تشاء. الله میگه هر کسی را من بخوام عزت میتم و هر کسی را بخوام من خور میسازم. اگر همون عزت الله برای من تو ارزانه که گردونید، ما در پیش همه در پیش همه مردم با عزت میشیم. اگر همون الله اگر همون عزت از من تو گرفت، حتی فرزندان ما شما را حرمت نمیکنه. به این خاطر هشتم سبب بگیم فایده ای که از عبادت ما به دست میاریم، این چیه؟ عزت. یعنی ما نماز و روزه و صدقه و احترام پدر و مادر، دوری از حرام بجا بیاریم، پروردگار مهربان من شما را چکن میکنه؟ عزت میته، آبرو میته. و نهم فایده ای که از عبادت من تو به دست میاریم، محبت در دل همه مخلوق خدا. خداوند محبت من شما را در دل همه مخلوق خدا چکن میکنه؟ جا میکنه. بسیار انسانی هست که میخواه که مردم او را دوست بدارند، مردم با او محبت داشته باشند. انا وقتی که اگر میخواهی مردم تو را دوست بدارند، مردم با تو گمان نیک داشته باشد، با تو محبت داشته باشد، چکو که همیشه در عبادت الله باش، همیشه کارساز باش، همیشه عمل را انجام بده، کار را انجام بده که در او رضایت پروردگار باشه. نهم سبب حاصل شدن از عبادت، ثواب از حاصل شدن عبادت، این چی بدست؟ محبت در دل همه مخلوق خدا. وقتی که در وقتش ارکانی را که حکمایی را که الله به سبب اوتر ثواب میده تو بجا اووردی در وقتشو، الله محبت همه مخلوق را در دل، محبت ایترا در دل همه مخلوقان چکن میکنه؟ جا میکنه. همه تر دوست میداره، همه تر حرمت میکنه. امروز چوا هم دیگران ما حرمت نمیکنیم؟ امروز حتی زن شوهرش حرمت میکنه، یا مرد زنش حرمت میکنه، یا مرد پدر مادرش حرمت نمیکنه، به خاطر که عبادت به اخلاص انجام نمیدیم. عبادتامو ریاکاری، صدقه میکنیم ریاکاری میکنیم، نماز میخونیم ریاکاری میخونیم، روزه میگیریم ریاکاری میکنیم، حج میکنیم ریاکاری میکنیم. به همین خاطر این بگیم که عبادت به اخلاص که نمیکنیم، ثواب حاصل نمیشه. دهم فایده از عبادت این چیه؟ شفیع گردیدن قرآن. وقتی که اگر ما عبادت مقصد بگیم که قرآن خوندن خودش عبادت های، همه قرآن که در دنیا خوندیم، او را خوندنش یاد گرفتیم، با او عمل که کردیم، با همه قرآن برای رفیع میشه فردای قیامت. فردای قیامت همه آیاتایی که من تو تلاوت میکنیم، همه فردای روز قیامت شهادت میدهند که الله همه انسان مونده بود، همه فره بود، لیکن چکو کرد؟
برای که ما که کلام تو هستم همین مرا خواند و تلاوت کرد و محبت کرد، خدای او را شفاعت کرد. همون قرآن ترش کن میکنه، شفاعت میکنه. هفتم فایده از عبادت چیه؟ عوض بهتر در وقت فوت مال و جان. یعنی اگر ما عبادت که کردیم الله متعال مولای ما را حلال کرد، با عوضی و اگر با صبر کنی و تحمل کنی، همچنان که الله میگه واستعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، شما استطاعت کنید یعنی استوار باشید در به نماز و به صبر در همه حالت، به خاطر که الله با همراه صابران است. واستعینوا بالصبر والصلاة، شما استطاعت کنید به نماز صبر، زیرا که الله با همراه صبر کننده است. وقتی که عبادت الله کردی، همه طریقی که عبادت الله به تو فرض گردانیده بود او را به جا می‌آوردی، لیکن مال تو را خدای مهربان فوت کرد یا یک خویشتوار شد جانش گرفت، وقتی تو صبر کردی و تحمل کردی الله بهترش برای تو نصیب میکنه. یعنی اگر جان او آدم ممکنه تو صبر کردی در اوجا به حد پاداش او به بزرگت میته، یا او مال تا گرفت بعد با یک مال میته که اوجا بهتره. دوازدهم از بگیم که فایده های عبادت، ما عبادت کردیم چی فایده به دست میاریم؟ ترقی در مال و نام. ترقی در مال و نام. خداوند متعال مال من شما را زیاد میکنه. یعنی این همین مال نگاه که اگر زکات هم خود عبادت، اگر ما زکات بتیم علاکه که مال خود را شوشتیم، یعنی مال مجزیر بود، یعنی مال مناششته با جزیل بود، ما زکات که دادیم مال ما میشویم توزه میکنیم، همون مال بعدا خداوند چکون میکنه؟ زیاد میکنه. وقتی ما زکات میتیم الله بود چندش میگرنه. و با ترقی و نام، با خداوند متعال من شما را چکار میکنه؟ نام و بلند میکنه. هر جا که نام من تو ذکر که میشه به نیکی یاد میشه، میگه الله حفظش کنه، الله نگهبانش باشه که او انسان چیه؟ صد امر معروف میکنه یا نهی منکر میکنه، یا آدم به تقوا است، یا ظلم نمیکنه، یا از کارهای حرام دور است. به نیکی من تو را یاد میکنه. سیزدهم از فایده که از عبادت من شما به دست میاریم حصول تسلی و راحتی. حصول تسلی و راحتی هم به راحت میشه که یعنی میشنه اندک فکر میکنی میگوی اوخی این دنیا چند روزی هست، روزی از روزها این دنیا را فوت میگم، از این دنیا رحلت میکنم، این دیادت میزنه الحمدلله که عبادت را کیسم دلت پرای دیگه غم درد نمیخوری، دلت چی میشه؟ تسلی میشه که ها توشه دارم الحمدلله. لیکن فقط در فکر دنیا باشی، از پای مال جمع کردن دنیا باشی، نماز در وقت نخونی، حلال خدا را حلال ندونی، حرام خدا را حرام نگوی، روزه و همه بگیم احکامای اسلام در جوش که نیاری، خطر بزرگ در پیش داری. به خاطر او انسانی که وقتی که همه را به جا که بیاره دلش چی میشه؟ تسلیت داره، راحت داره. 14 فایده ای که از عبادت من شما به دست میاریم شنیدن مژده از غیب. شنیدن مژده از غیب چی معنی داره؟ مثلا غیب ایه که وقتی که جون انسان گرفتنی میشن ملائکه، اگر انسانی نیک باشه او را بگیم که عاقبت گیجا میروه، حضرت عزرائیل نشونش میده. یعنی مژده از غیب ای را میگن که اینه که انسان غیب میدونه. یعنی همه حضرت عزرائیل وقتی که به قبض روحش میاد، همه انسان میگه که عاقبت اینجا میره، عاقبت اینجا میره. همه انسان وقتی میبینه عبادت محبت اخلاص کردگی، میبینه که بشارت به جنتش داده است، خرسند میشه، راحت میشه. 15 در وقت مردن از فرشته مژده خوب شنیدن و تهنید در آمدن بهشت. 15 چی بوده است؟ 15 فایده ای که ما از عبادت به دست میاریم در وقت مردن، وقتی که حضرت عزرائیل جانش میگیره از فرشته مژده خوب شنیدن، خوب میشنه، سلام خدا را به او میرسونه و تهنید میکنه، او را تحیه میکنه، یعنی تبریکات میکنه در آمدن بهشت. یعنی میگه که ترا مبارک شود، سلام خدا بر تو که تو چی میره؟ بهشت میره. این مژده را براش کم میکنه، میرسونه. و دیگر 16 از فایده عبادت من تو به دست میاریم عزیزان دل برکت در عمر. خداوند متعال در عمر ما و شما برکت میده. بسیاری انسان های هسته که عمر میبینن به 50 و به 60 بگیم به 100 میرسن، عمر میبینن لیکن از همون عمرشو برکت نمیبینن.
از همون عمر برکت نمیبینن. بگیم 16 چیزی که ما از عبادت برکت میبینیم این چیه؟ در عمر است. عمر یک شاعر میگه که عمری که میگه اگر خوب بگذرد عمر خیزر کم است ورنه یک میجه زدن زیاد است. انتر یک شعر هست. یعنی عمری که با خوبی بگذره، با مصلحت، با معامله خوب بین زن شوهری که بگذرد، اگر چند قی عمری که بینی همون عمر کم است. لیکن وقتی که اگر ما در زندگیمون عبادت داشته باشیم، خوبی و نیکی داشته باشیم، همون خداوند متعال در همون عمری که بر ما نصیب میکنه 50 باشه یا 60 باشه عمری با برکت میشه. بسیار انسان ها را در نزدشون میشینی میگه من از همین عمرم برکت نیفتم، از همین عمری که خدا داده است برکت نیفتم. به خاطر چی؟ به خاطر نگاش میکنی که از عبادت به حد کوتاهی داره. که بفورش نماز میخونه، که بفورش به روزه میگیره، که بفورش به یک خیر احسان میکنه. یعنی میل محبتش به آخرت نیست. هفتم فایده ای که از عبادت من شما به دست میاریم عزیزان دل، از فاقه و تنگدستی محفوظ شدن. فاقه گفته فقیری را میگن. وقتی انسانی که عبادت الله به جا بیاره، چه از قبیل قرآن خواندن باشه، چه از قبیل خیر احسان کردن باشه، چه از قبیل احترام پدر، تلاوت قرآن و نماز و روزه، از هر طریقی که باشه از فقر تنگدستی ایمون میشه. یعنی اینه که تو دیگه فقیر نمیشه. اگر فقیر هم شه، فقیر چی میشه؟ غنی میشه. یعنی پیش هیچ که گردن کج نمیکنی. فقیر هم شه، فقیر نمیشه که پیش مردم در دست به دزدی بزنی، گردن کج کنی. همون یک تکنون که الله داده است همون را شکر میکنی، با وقتی خوش میخوری. بسیار انسان هایی هست که قسم به الله که من شما را آفریده است، اکثریتش نظر میکنی به همون تکنونی که الله داده استش میخوره، لیکن هم که وقتش خوشی است به همون شکر میکنه. یعنی فقیر فقیر از تنگدستی محفوظ میشه. یعنی بعضی را خداوند از همه بگیم تنگدستی نجات میده و بعضی ها را که به همه تنگدستی هم که مبتلا شد با قناعتمند شو میگردن. فقیر قناعتمند شو میگردن که بسیاری از طرفای تجسون نظر میکنی به خاطر کمبغلی شده خریستانی را بعضی هاشون قبول کردن. با 1 کیلو آرد روغن یهود و نصارا خریستانی نعوذ بالله بعضی هاشون قبول کردن. بعضیش بگیم یهودی را قبول کردن نعوذ بالله. یکی برای چی؟ برای دنیا. همین وقتی ما عبادت که داشته باشیم خداوند متعال من شما را چیکار میکنه؟ محفوظ میمونه. 18 فایده از برکت از عبادت من برکت میویم اینجا برکت زیادتی در چیزی کم. نگاه که 18 فایده ای که از عبادت من شما به دست میاریم برکت زیادتی در چیزی کم. چیز کم باشه، مثلا 1 گاو داریم یا 2-3 گوسفند داریم یا بگیم 1 قبچه آر داریم یا اندک مال داریم، لیکن هم با برکتی هست که هم 1 گاو داریم، هم قشیر میتم قشیرش با برکتی هست که ایسر 4 گاو یا انسان داره از همون با برکت هست. یا اینکه 1 زمین میدهک داری، همو قریب بگیم هم 1 زمین میدهکی که 6-7 ساتیقه قریب 10 قبچه گندم میته. قریب 1 زمین 1 انسان 15 ساتیقه 1 برابر همو گندم میته. نگاه که خداوند در همو چیزی کم ای، زمینت کم ای، گوت کم ای یا مالت کم ای، تجارت منی دروغ نمیگوی، در همون قبا برکت میده که از اون آدمانی که از تو زیاد دارن از اونها در مال زیاد به دست میاری. به چه خاطر؟ به خاطر که تو عبادت الله داری. اگر این انسانی که در خاندانش خودش نمازخوان باشه، با تقوا باشه، فرزنداش با امر توحید باشند، همون زمینی که میده داره از همون زمینش بگیم 10 قبچه گندم میگیره اگر 10 ساتق باشه. لیکن همسایه‌اش نظر که بعضی‌هاش که نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، همه به توحید هستن، از خدا دور هستن، قریب بگیم که نیم گکتار یا 50 ساتق زمین دارن، قد همه گندم نمیگیرن، نمیگن، همه زمینشو علف میشه. یا گاوشو شیر ندارن، یا پولشو برکت نداره. یا یک انسان نگاه مینی 1 مغازین داره، یک انسان نگاه مینی 3-4 مغازین داره. همین 1 مغازین همین برادر که با عبادت از حرام دور است، دروغ نمیگه در سوداگریش، 1 مغازین همین قد 2 مغازین همو انسان با برکت است. امت خداوند برکت در چیزی کمت میتکی. 19 فایده ای که از عبادت من شما به دست میاریم از غصه و خشم خدا در امان بودن. از غصه
از غم و غصه من شما چیکار میکنیم؟ رها میشیم. چی رها میشیم؟ مقصد که یک امروز من شما اکثریت در ملک غربی هستیم، کار میکنیم برای از خونه من شما را زنگ میزنم برای پل روان کردن در کار، برای این چیز کم ترزق میشیم. در آخرت در یاد میزنم میگیم خیر خداوند متعال من شما را در این دنیا غریب آفریده است، روز از روزا این دنیا را تر میکنیم، ما جنت داریم. در غم و غصه است دور میشه. لیکن آدمای منافق و کافر مردن در یو چوب زنه تلخش میکفه. اما تو که اگر نماز بخونیم، روزه را در وقتش بگیریم، همه احکامای دین بجا بیاریم، عبادت ها را همش انجام بدیم، او غم و غصه نمیخوریم. به خاطر میدونیم که در این دنیا من شما ابدی نیستیم، روزی هستیم، روزی از این دنیا رحلت میکنیم. همه میل اخلاص مو به آخرت های. آخرت دارم الحمدلله، به پدر ما یردم کنم، مادر ما یردم کنم، زن و فرزند ما کمک کنم، همه خونه ما تا چونی میتونستگیم آباد کنم. انشالله ما آخرت دارم، به خاطر که در همه این محنت کردگی ما الله مرا ثواب میده. و از خشم خدا در امان بودن. و دیگر سبب فایده عبادت چه؟ از خشم خدا. وقتی که عبادت الله که بالات فرض گردانیده است از قبیل نماز، روزه و زکات، حج، دیگر همونها رو انجام که دادی، از خشم خدا در ایمن میمونی. یعنی دلت پره که خدای مهربان بالایت خشم نمیکنه، بالایت غضب نمیکنه. به خاطر که الله متعال میگه در قرآن خودش هم میفرماید استعیذ بالله، میگوید که الله که من قومی را، من همون بگیم قشلاقی را یا بگیم نوحیه را یا شهر را، الله میگه من دیگرگون نمیکنم. وقتی خودشو دیگرگون نشان، همون آدمو خودشو دیگرگون که نشان، الله میگه من اونها را دیگرگون نمیکنم. به خاطر ما که در چارچوبه اسلام که رفتیم، پیروی به قرآن کردیم، پیروی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که کردیم، الله من شما را دیگرگون نمیکنه. عزیزان دل، این بود در بابت چند فایده، 19 فایده که از عبادت من شما را الله نصیب میگردونه. اینجا صاحب بگیم خلاصت المسائل مختصرا بیان کردگه، لیکن انشاءالله فکر میکنم که برای انسانی که اخلاص و محبت به عبادت داره به همین کافی است. باز میگم عبادت بگیم که فقط یک نماز و روزه را نمیگن. اکثر تاجیکای ما شما خیال میکنه که عبادت همین نماز را میگن تمام. نه عزیزان دل، این نماز خواندنم عبادت میگوین، روزه گرفتنم عبادت میگوین، احترام پدر و مادرم عبادت میگوین، کار حرامم نکردی همونم عبادت میگن، یعنی ده همون خداوند را ثواب میده. امر به معروف کردی عبادت میگن، دست همدیگر را گرفتی عبادت میگن، همدیگر را نصیحت کردی، همه عبادت میدونن. از الله متعال برای همه شما برادرها و خواهرایی که این لحظه ما رو گوش میکنید، این تعلیمات گوش میکنید و در حق همدیگر دعا میکنید و این نوا رو به همدیگر روان میکنید که تا که اونها هم گوش کنن یا تعلیم برای خود بگیرن، پروردگار مهربان پاداش زیاد نصیب و روزی بگرداند. و الله متعال همه مسلمان های روی دنیا را امروز در تفریقه همدیگر هستند، خون همدیگر میریزونن، آب دیده همدیگر میریزونن، همدیگر را دشنام میدن، همدیگر را تکفیر میکنن. پروردگار مهربان از این فعل های پلید، از این رفتارهای پلید همه مسلمان ها را در عصمت پناه خود یا الله مهربان نگه بدار. و پروردگار مهربان از ذات پاک تو که ارحم و راحمین است، غفور و رحیم است، ستار و جبار است، پروردگار خواهان هستم که ما را همیشه در این دنیا تا دم مرگ پیروی به توحید، دوری از شرک کفر پروردگار مهربان نصیب روزی بگردان. و پروردگار مهربان همه عملهای ما را که به اخلاص با محبت بگردان. اگر عملهای ما چند کم هم که باشد الله متعال همگی را به درگاهت مقبول بگردان. و پروردگار مهربان دنیا و آخرت ما را آباد بساز. بیمارا داریم شفای کامل، به توفیقا داریم از مرد و زن هدایت برای راست نصیب روزی بگردان. خواهرها و اپا و مادرای ما را پروردگار با حجاب و با عفت بگردان. گذشتگان ما را رحمت بگردان. بیماران و از خزانه غیب خود شفای کامل عاجل نصیب روزی بگردان. زندانیا را آزاد بگردان. مظلومین را از ظالمین خلاص بگردان. دشمنان اسلام مسلمین تا یا الله خار و سرنگون بگردان. و ما مسلمان ها را در گرد قرآن جمع بگردان. آنهایی که به فرزند هستند پروردگار مهربان و ایشان فرزند صالح نصیب روزی بگردان. بین همه زن شوهر پروردگار مهربان محبت و الفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه مادرمون داشت، حضرت علی کرم الله وجهه با فاطمه داشت، امروز با
و پیروانش پروردگار مهربان نصیب و روزی بگردان. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. اللهم انصرنا والاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انت الستار واستر عيوبنا. اللهم انت غفار فاغفر ذنوبنا. اللهم انت ارحم الراحمين ارحم موتانا يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.